شما دیدین که بیمارم بود و در حالت بدم قرار داشت، خست دست شما را گرفت، خیلی جانبازی ها کرد، در همون حالت ویروس و بیماری ها زیاد جاها سفر کرد. غیر از این در چندین کارهای دیگر خصوصا عزت امان کار شما را سبکتر کرد، وگرنه این مردم یک احوال شما را بد میکرد. وقتی که نفر گرسنه مون عاقبت یک کار میکنه، شما باید ایرا زندانی نه، شما باید ایرا دستاش ببوسین. این نفره این برای شما را واقعا خدمت کرده بود. حرکت های سیاسی خب برنامه دارن، راهبر دارن. خب در حرکت ها نفرهای مسئول است، چهرهای شناخته هست، مردم به اونا اعتماد کرده است. در جامعه هم همچنین نفرهایی است که مردم به اونا اعتماد میکند و در پهلوی اونها قرار میگیرد. این نفرها برنامه دارن، میخوان مردم به جای برسونن، چه یک شخص مستقل باشد، چه یک شخص عضو یک گروه باشد، حرکت حزب باشد. اما ما و شما در زیاد حالت میبینیم که چنین نفرها در حالت مشکلات بالای سرشان آمدن تنها میمونن. در وقتی که هستن این موضوعی که امروز ما داریم، تملق یعنی چاپلوسی، متاسفانه دیده میشود. یک داملا باشد، یک بیزنسمن باشد، یک قماندان باشد، یک سیاستمدار باشد، سیاست شناس باشد، در اطرافش هستن، برادر ما همراهت هستیم با پیش و غیره و غیره و هکذا. اما وقتی که بالای اون نفر مشکلی میاد، اون نفر تنها میمونه. اون نفر واقعا تنها میمونه. نفری که امروز ناپدید شده است. ما پیشتر گفته بودیم که وقتی شما انقلاب کرده میتونین مردم، شما زیاد چیزها میخواهیم، ما و شما زیاد چیزها میخواهیم کشور خودمون، وطن خودمون دیگر نمود ببینیم در این حالتی که امروز قرار داره به این طرز نه. یعنی ما تصورات دیگری داریم، آرزو و امید دیگر داریم که مردم کشورمون رو ببینیم. اما برای این تا ظلم ما برطرف نکنیم هیچ برنامه خودمون پیاده کردن نمیتونیم. تا ظلم از ما میپرسن شما چی برنامه دارید؟ ما اگر برای شما 100 برنامه بگیم، برای شما 100 کتاب پیشنهاد کنیم، 100 دفتر پیشنهاد کنیم، خب دیگر چقدر برنامه هایی که پیشنهاد کنیم، تا ظلم برطرف نشود اینها هیچ معنی ندارن. ما چیزی اساسیه که میگیم برای شما مردم، باید ظلم برطرف بشه، باید در نزد قانون همه برابر باشد. خب و وقتی که چنین نفرها برنامه دارن پیش میبرن، شما میتونین حمایت کنین. ما میگیم که هیچ نفر بدون مردم کاری را انجام داده نمیتوند. یک نفر فقط میتوند که ایده داشته باشد، یا یک حرکت سیاسی میتوند که ایده داشته باشد، اما فیزیکی نمیتونه اون برنامه را انجام بده. اون برنامه انقلابی را نه یک گروه، نه یک حزب، نه یک شخص در تنهایی نمیتوند که او را فیزیکی انجام بده. و نفرهایی هستند که در جامعه میخوان که کار خیری را انجام بدن، وقتی مشکلات بالای سرشون میاد اونها میمونن تنها. چندین بار بنده برای شما گفتم که نفرها را در زنده بدنشون، در آزادی بدنشون استفاده ببرین، استفاده شون ببرین برای درست، برای منفعت به دست آوردن، منفعت عمومی برای مردم. خب یعنی در اونجا استفاده ببرین، نه اینکه وقتی این نفرها کشته شدن، زندانی شدن، ناپدید شدن، بعد ما بگیم اگر او میبود خیلی خوب بود، اگر او میبود دیگر کارا رو انجام میداد، اگر او میبود زور بود و غیر و غیر هکذا. نه، باید در زنده بودنشون اونها را دستگیری کرد، در پهلوشون بود اونها را حمایت کرد. نفری که امروز ناپدید شده است، عزت امان، همگی میدونین، همگی میشناسین، به اکثریتون خب نفرهای درجه قرار دارین. شاید نفرهایی هستین، کم نیستین که همراهش هم صحبت شده باشه، نه کمکی رسیده باشه، دیگر چیزا. ببینین قضیهش فرق میکنه و پیشنهاد چی است در اینجا. عزت امان در مسئله سیاست، من گپم دیگر نیست. من 5-6 ماه پیش سوالم داده بودین، در برآمده میتونیم پیدا کنیم، سوالم داده بودین، جوابم بود و امروز هم جوابم همون است. سیاست ما با سیاست اون شخص فرق میکنند، فرق کننده است. اون نفر آشکار حرف میزد که من آماده هستم با حکومت امروزه همکاری کنم، آماده هستم،
از ما دیگر است. ما میگیم که ما آماده نیستیم همکاری کنیم، ما میخوایم سرنگونش کنیم. اون نفر میگفت که من انقلاب نمیخوام، من زیر انقلاب هستم. ما میگفتیم ما انقلاب میخوایم. اون نفر یک مثال عادی دیگر، سال گذشته ما برنامه پیشنهاد کردیم برای مردم در وقت کرونا ویروس، پیشنهاد کردیم که مردم باید چیکار کنند. این نفر برعکس، یعنی که لازم دونست، ما نمیگیم که این کاراتو نکن، این حقی اون است، از نگاهش درست است و اون کار انجام داد. شما دیدین که بیمارم بود و در حالت بدم قرار داشت، خست دست شما را گرفت، خیلی جانبازی ها کرد، در همون حالت ویروس و بیماری ها زیاد جاها سفر کرد. غیر از این در چندین کارهای دیگر. جواب من چی بود؟ وقتی از من سوال کردن که نگاه شما نسبت ایزد امان چی است، من برای شما گفته بودم که ایزد امان من کی میشناسم؟ من هیچ وقت همراهش هم صحبت نشدم، تماس نگرفتیم، صحبت نکردیم، مشورتی نکردیم. اینم به حکمداران امروزه من برسونم که نشود که فردا اون نفر برای همکاری با گروه 24 سبی نه، اون نفر با ما همکاری نداشت، من شخصا همراهش هیچ وقت صحبت نکردم و هیچ یگام رابطه نداشتیم. خلاص میتونه که از این بند آزادش کنیم، با همراه 24 هیچ همکاری نداشت. خب جواب من چی بود به شما مردم؟ این بود که من کی میشناسمش؟ یک نفری که سیاستش دیگر است، از قلبی و الله بخبر است. خب دیگر او خودش میدونه که چی نیت داشت. اما اون کاری خودش چی میگفت؟ کاری من با مهاجرا است، میخوام که مهاجران اینجا یک تنظیم داشته باشن، خب در یک فضای خوب قرار داشته باشن و کار و زندگی درست ببرن. همین گونه اینه که حمایت میکرد و کار با مهاجران میگفت. اون میگفت که من خب یعنی یه نفر انقلابچی یا که دیگر چیزا نیست. و من برای شما گفته بودم که یک زمانی بود که زیاد نفرها کرامت شریف و پدر میخوندن، یا وقتی پدر میخوندن، پدر مهاجران و غیره و کذا. وقتی که بالای کرامت شریف مشکلی آمد، تنها ماند، کسی دستگیریش نکرد، چند روز در روسیه به قرار داشت، مردم براش قیام نکرد. خب حتی وقتی همون شب روزی که بود من صحبت کردم، گفتم که من نفری هستم که با کرامت شریف و خدا رحمت مغفرتشون کنه اختلافی نظر داریم در سیاست، در راهی گرفتیم، چون ما واخری ها داشتیم، صحبت ها داشتیم. خب گفتم اختلافی نظر داریم، اما امروز میگم که نفرهایی که پدرش میخونن، نفرهایی که حمایتگرش میخونن، تنهاش نگذارین، در برش باشین، نشان بدین که شما اومده این. یک نفری که برنامه داره، ایده داره، برای شما کوشش تلاش میکنه، او را شما محافظت میکنین، دفاع میکنین، در پهلوش هستین، اما نکردین. و اون زمان همین 5-6 ماه پیش که من صحبت داشتم گفتم که امروز ایزد امان آمده است، جای کرامت شریف فقر کرده است، کار با مهاجران میبرد. این را حمایت کنین که روزه احوال اینم به مثل کرامت شریف نشود. متاسفانه امروز آمد این چیز به سرش، امروز آمد. برای من یک چیز حیرت آور است، نفرهای زیاد مثال در نوارها میدیدیم، در سفرهای ایزد امان میدیدیم که در پهلوش نفرها زیاد بودن و خود ایزد امان هم میگفت که هر کس اگر میخواد مرا دستگیر کنه، خب نمیدونم لینگش یا دستش از هوا میاد، از دیگر جاها میاد، من اطرافم به قوت و غیره و کذا. اما چگونه شد کسی نمیدونه کی اومد او را گرفت، نه یک رقم ماشینش است، نه یک رقم زنچاک اون نفر است، نام نسب است، چگونه اون نفر تنها بود و اومدن از کجا بودن کسی نمیدونه. پس کجا بودن؟ برای چی تنها گذاشتن؟ برای چی یک نفری که میدونسته است که همین حادثه میشود، نوارش هست، یعنی که گفته است که از همون نوارش معلوم است که الکی ایران میبرن تاجیکستان. خب برای چی؟ یعنی که یک ماه پیش اون نفر میدونست، با خبر بود، اما باز در تنهایی کسی نمیدونه چگونه کار بود. من در اینجا چی گفتنی هستم؟ تا زمانی که نفرهایی که یک نفر نمیدونم خب دیگر راهبر، پدر، برادر چی میخونه دفاع کردن نمیتونه، تو به انقلاب رسیدن مشکل است. امروز نفرهایی که در زندانی کردن، قتل کردن، ربودن مبارزان، آزادی خواهان، یک طرف میساده اینا خاموشی را اختیار میکرده، خب بگذار گپی نی. امروز این نفر فرق میکنه. این نفر کار با مهاجران بود و میگفت که من آماده هستم با حکومت امروزه کار کنم و میگفت که من با سفارت رفت آمد دارم، کار میکنم، کمک میکنم. ببینید
یعنی شما در اینجا منظورم چی است؟ نترسین. شما باید آشکار، نفرایی که هستین، مهاجرایی که هستین، آشکار دفاع کنین. نرین که جای میتینگ پیک نکنین این جزئیات برای شما کسی نمیتن، خب باز جریمه میگیرین یا که نمیدونم محکم میشین با جای دیگر. اما شما میتونین که به طریق نوارها یا که نوشتجات به خوب ترش نوارها یا که خب جمع کردن امضاها و غیره نشان بدین. به همین طریق شما میتونین میکنین. نگاه من چی است در اینجا؟ از نگاه من ایزد امان برای حکومت امروزه یک نعمت بود، واقعا یک نعمت بود. یک جایی بود که مهاجران بین مهاجران و بین آزادی خواهان ایزد امان بود قرار میگرفت واقعا. و برای مهاجران هم زیاد میفهمند که فکر انقلاب و غیره چرا نکنه. شاید فکر در این باشه که پس برای چی تنقید میکرد؟ یک نفری که در یک ساختار کار میکند و کمبودی را میبیند نمیشه که تنقید نکنه. تنقید میکرد، بله، چون با مهاجرا کار داشت، میدید کمبودی ها را و تنقید میکرد. گرچند که خودی رحمانوف اگر که نمیرسید اطرافیانش حرف میزد، اما خودی همون اطرافیان رحمانوف هم گر قدرت دارن و خودی رحمانوف هم درک میکنه که گرچند خودی مرا مستقیم نگرد، پس این روش کاری من، سیاست من دارد تنقید میکنه. خب اما من به حکومت امروز چی گفتن هستم؟ شما باید دستای عزت همون ببوسه. این نفر برای شما را خدمت واقعا کرده بود. در سال گذشته در وقت کرونا ویروس بود، برنامه‌ای که ما برای مردم پیشنهاد کردیم که از شما طلب تامین منزل، خوراک و دیگر چیزها را بکنن، خصوصا عزت امان کار شما را سبکتر کرد. وگرنه این مردم یک احوال شما را بد میکرد. وقتی که نفر گرسنه مون عاقبت یک کار میکنه. شما باید ایرا زندانی نه، شما باید ایرا دستاش ببوسین. این نفره این برای شما را واقعا خدمت کرده بود و شما ایرا برای برده اگر بخواین برای این زندان کنین، از این موقعش بجا کنین، شما یک اشتباه خیلی بزرگ میکنین، یک درد خیلی بزرگ برای سرختان کنین. شما یک دیواری که بین مهاجران آزادی خواهان بود، همین دیوار شما خودتون گرفتین. واقعا اشتباه خیلی بزرگ کردین. اگر که من اینجا بگم که من از این کار خرسند شدم که اون دیوار برداشته شد، ما در اینجا امبیسی‌های سیاسی را یک طرف میمونیم، چون همش یک فرد مسلمان، همش یک شهروند. واقعا میگم بین ما و شما خداوند که از این کار ما خشنود نیستیم، این کار خش نداریم. در اینجا نفرهایی که آزادی خواه هستند، نفرهایی که کوشش میکنن برای عدالت، برای برابری نزد قانون، در اینجا امبیسی ها کنار میرود. اینجا ما میگیم که یک شهروند حقوقش پایمال شد و این بار اول نیست که در روسیه این کارها میشود. این نفر حقوقش پایمال شد. ما همچنین حرکت سیاسی البته دفاع میکنیم در اینجا. یک حرکت سیاسی طرفداری از اون مظلوم میکنیم.